سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که هر هستین حالتون خیلی خوب باشه. خب این هم مدل بالاترین اسکانیا که تا به حال وارد ایران شده، R450 اتاق جدید که حدوداً یکی دو ماهی است وارد ایران شد. اومدیم به بررسی کامل و معرفی آپشن و امکانات این ماشین بپردازیم. همینطور که میدونید این ماشین مدل بالاترین سری اسکانیا در دنیا است، مدل 2020 هست که به تازگی وارد ایران شده. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. همینطور که میدونید از سال 98 دیگه کانون‌های اسکانیا به دلیل تحریم‌ها تو ایران تولید نشدن و ما دیگه اسکانیاهای سری جدید که آخریاشون سری آرهای استریملاین بودن رو بعد از اونها دیگه تو ایران مدل بالاتری رو نداشتیم. الان حدوداً 2-3 ماهی است که در اواسط سال 1401 تیتان دیزل به عنوان نماینده انحصاری وارد کننده کانون‌های اسکانیا در ایران سری جدید این کانون‌ها رو وارد ایران کرده که شامل 5 عدد اسکانیا سری S 0 کیلومتر هست و تعدادی سری R450 اتاق جدید که دارید مشاهدهشون می‌کنید. این ماشینی که دارید می‌بینید فول ترین نسخه R450 است که حالا داره در دنیا تولید میشه و حالا وارد ایران هم شده. بسیار کم کار هست، می‌بینیم بالا آپشن و امکاناتشو بهتون میگم. اما بپردازیم به امکانات کلیش. یه نکته در ابتدا خدمتتون بگم که اسکانیای جدید که الان داره توسط ماموت به بازار عرضه میشه تا 2 سال خدمات طلایی و رایگان دارن، یعنی تمام خدماتشون 2 سال یا 200,000 کیلومتر رایگان هست. مثلا چی؟ مثلا موتور بخوان روغنی عوض کنن، بخوان فیلتری عوض کنن، بخوان مشکل دیگه ماشین داشته باشه، تمام این خدمات رایگان است. به جز اون حدوداً 1 سال تمام گارانتی این ماشین به صورت رایگان انجام میشه، یعنی 1 سال یا 120,000 کیلومتر اگه هر نوع مشکلی خرابی پیش بیاد براشون تعویضش رو انجام میدن که واقعا خیلی خوب میکنه و دیگه خریداران اسکانیا خیالشون از این بابت راحت میشه. بریم سراغ آپشن و امکاناتش. اول کابینی که دارید میبینید نسخه R هست که ما اینجا مشخصش رو داریم. میبینید R450 رو اینجا برای ما نوشته که نشون میده اتاق سری R هست و ماشین کلا سری R هست. فرق R با S چیه و چگونه تشخیص بدیم که ماشین R هست یا S؟ ببینید تو سریای S اینجا دیگه این جلو پنجره نیست و وقتی که جلو پنجره میخواد از پایین این آرم شروع شه بدون این زه مشکی از همینجا جلو پنجره است، یعنی این توری مشکی است که شروع میشه. اما تو سریای R اینجا یه دونه خط میاد که این نشونه R هست. بجز اون اگه که نمای کلی کابین رو بتونید ببینید متوجه این میشید که سایز کابین ها با هم متفاوت. در واقع هر دوشون یک حجم رو دارن، یعنی حجم داخل کابین یکسان است. وقتی که مثلا راننده پشت این ماشین نشسته اندازه سقفش تا حالا سرش تا سقف یکی است با نسخه S500. اما تفاوتی که داره اینه که توی این ماشین خب پالونی رفته جزء اتاق و باعث شده که کف کابین ارتفاعش کمتر باشه. تو اسکانیای آر جدید که دارید مشاهده می‌کنید در نسخه فول آپشنش ما 4 بخش روشنایی جلو رو داریم که واقعا این ماشین رو عالی میکنه. ببینید 2 تا مشکن 2 زمانه این پایین قرار داده شده. این چراغ اصلی هست، این نور بالا، این 2 تا دیلایت هست که روشن میشه. ببینید دیلایتشون رو من با این کلید ریموتش هم میتونم روشن کنم. این دیلایت پایین هست که سفید روشن میشه و اینم دیلایت بالا هست که راهنمای ماشین هم به حساب میاد و واقعا این چراغاش بسیار زیباست. یه دونه مهشکن دیگه که پروژکتور هست در جلو پنجره قرار داده شده چون ارتفاع ماشین بالاتر است. اینجا هم نور اضافه کردن و به جز اون تو سقفش هم ما میتونیم پروژکتور رو ببینید. اون پروژکتور هم روشن میشه و اونم نور میده که واقعا دیگه عالی میکنه روشنایی جلوی کابین رو. اگه تو کانون‌های جدید اسکانیا دقت کرده باشید که وارد ایران شدن موتور و گیربکسشون تماما با نسخه‌های آر قبلی متفاوته. یعنی درسته که هر 2 تا ماشین نسل جدید و قدیم R450 هستن، اما این ماشین R450 مصرفش کمتر شده تو این موتور و موتور استاندارد رانندگی یورو 6 رو هم داره و گشت آوری رو هم که تولید میکنه بیشتره. ما تو سریای قبل موتورهای 450 اسب بخاری حدود 2250 نیوتن متر گشت آور تولید میکردن. تو این ماشین حدود 2400 نیوتن متر گشت آور تولید میشه که نسبت به اون بیشتره. گیربکس اسکانیا همون گیربکس 12 سرعته دستی قرار داده شده که این تارر 5 زمانی گیربکسی رو هم داره. اما تو این گیربکس تغییر خیلی جزئی دادن که باعث شده سرعت تعویض دهنده حدوداً 70% بیشتر باشه. خب اگه شما دقت کرده باشید تو سریای قبلی اسکانیا معمولا بعد از دستاندازا یا حالا در زمان اوجگیری تعویض دهنده ها معمولا با یه باگ هایی و حالا سرعت کم تعویض دهنده همراه بود که دیگه تو این ماشین رفع شده. بیاین داخل شاسی رو بهتون نشون بدم و بگم که چه جزئیاتی رو داره.
منبع اگزوست در این قسمت قرار گرفته. دو تا تانک باد اینجا هست و دو تا تانک باد هم معمولا داخل شاسی قرار میگیره. چون این ماشین باتری پشت هست، تانک های باد اینجا هست. ماشینایی که باتری پشت نیستن تانک های باد میره انتهای شاسی. یه دونه باک 100 لیتری برای روغن گذاشتن، چون این ماشین میبینید بغل گیربکسی داره. این ماشین کمپرس بود تو اروپا، اما اگه کمپرس نبود اینجا یه دونه باک 500 لیتری داشت. این ماشینا وقتی وارد ایران میشن خب کار کرده هستن، معمولا 200 تا 100 تا 50 تا کارکرد دارن. برای همین تمامی تغییرات، تمامی مواردی که باید تعویض بشه، تعمیر بشه، تمامی کارهاشون توسط تیتان دیزل انجام میشه و ماشین مانند یه ماشین 0 کیلومتر تعبیر راننده داده میشه که دیگه هیچ مورد و مشکلی رو نداشته باشه. تعلیق دیفرانسیلشون معمولا سوار بر 4 بالونه، اما این ماشینا رو چون می‌خواستن وارد ایران کنن به سفارش خود تیتان دیزل دو بالونه قرار دادن. سر عقبشون اگه بتونید بیاید ببینید، سر عقب رو 2 تا بالون قرار دادن و سر جلو رو فنر قرار دادن و گفته میشه ماشینایی که 4 بالون هستن استهلاک تعلیق بیشتری رو تو ایران دارن. داخل شاسی رو ببینید، نکته که برای خود من خیلی جالب بود، نسبت به کان‌های روز دیگه کم شلوغ‌تره و شیره و شلنگ‌ها رو ما بیشتر از کان‌های دیگه داریم می‌بینیم. این ماشین باتری پشت هست، باتری در این قسمت قرار داده شده، قطع کن باتری هم در اینجا قرار داده شده. این چراغ‌های سری آر جدید هست که حالا تو سری اس هم دقیقاً همین چراغ، بذارید من اینا هم روشن کنم ببینید. این چراغ حالا روشنایی خودش هست و اگه اینو هم ببینید اینم روشن میشه برای ترمزش و اینجا هم راهنما میزنه و اینم برای دنده عقبشه. واقعا از این نما اگه بتونید ماشین رو کلا ببینید واقعا زیباست، یعنی این پشت کابینش، این بخشا واقعا زیباست و ماشین هم کلا ارتفاع پایین‌تری رو داره. بریم سراغ بخشای دیگه شاسی. در این بخش شاسی اومدن ورودی منبع ادبلو رو گذاشتن که تو ماشین‌های دیگه یادتون باشه زیر رکاب بود یا اینکه حالا یه منبع اینجا براش گذاشته بودن، اما تو سری آر جدید اومدن منبع ادبلو رو گذاشتن بین شاسی و اینجا فقط براش ورودی گذاشتن. اگه اینجا رو بیاید دقت کنید می‌بینید که منبعی رو ما نمی‌بینیم و فقط یه ورودی برای ادبلو هست. یه باک، این باک بزرگشون هست، باک 700 لیتری در اینجا قرار گرفته شده که واقعا خوب می‌کنه این ماشین رو، چون اون طرفش باک 500 لیتری باید می‌بوده و نیست، ماشین کمپرس بوده، این طرفو باک 500 لیتری قرار دادن، وگرنه تو ماشین‌های دیگه این طرف 600 لیتری و اون طرف 500 لیتری. داخل شاسی رو ببینید، باز در اینجا هم خیلی سوکت و برد گیربکس و اینا همه چیز آزاد و رها هست. من واقعا نمیدونم چرا خیلی داخل شاسی شلوغ داره، حالا خیلی هم ما می‌خوایم بهش دقت نکنیم چیزی نگیم. بریم سراغ تعلیق‌های اتاق. تعلیق‌های اتاق دارید توی ماشین مشاهده می‌کنید که سوار بر بالون هست. بالونش اینجا پشت کابین قرار داده شده اگه بتونید ببینید و 2 تا فنر هم اینطوری دو طرفش قرار میگیره که تعلیق‌های کابین رو کاملا مهار کنن و باعث بشن که این بالونه کمتر بهش آسیب برسه. سر جلو کابین هم دقیقاً بالون هست که بهتون نشون میدم. بذارید درب ماشین رو من باز کنم. این نمای ورودی کابین. تو کانون‌های سری اس رکاب 4 پله است، اما تو کانون‌های سری آر رکابمون 3 پله هست که همون تفاوتی که بهتون گفتم که کابین اس از کجا شروع میشه و آر از کجا شروع میشه مربوط به اونه. یه راهنما در این بخش قرار داده شده. منبع شیشه شور جلو از اینجا میشه تزریق داشته باشه. یه دونه چراغ برای پای دو رکاب به صورت فابریکی تو هر دو تا ماشین هست و یه دونه جعبه اینجا هست که دارید میبینید که لوازمی که حالا مربوط بودن خود تیتان دیزل داخلش گذاشته، کاری باهاش نداریم. من جلو پنجره رو براتون باز کنم. خب این از بخش جلویی کابین. میبینید که سر جلو هم تعلیقش سوار بر 2 بالون هست. بالونا نسبت به کابینای مثلا آر قبلا تو ایران بودن و سال سریای جی که قبلا تو ایران بودن قطورتر شده و ارتفاعش کمتر شده که باعث میشه احتمالاً تعلیقا رو بیشتر کنترل کنه و کمتر کابین بازی داشته باشه. این خیلی مهمه. تو کابین‌های نسل جدید مخصوصا مثلا کابین‌های آکتروس، ولوو ما می‌بینیم که تکون‌های کابین زیاد است، مثلا تو کابین‌های رنوتی سقف بلند. اما خب این ماشین چون بالون احتمالاً پهن‌تر گذاشتن و کابین رو اینطوری مهار کردن باعث میشه که به اصطلاح هویزای کابین کمتر باشه. منبع رادیاتش رو اینجا قرار داده شده، مثل کانون‌های دیگه. حالا تو اسکان‌های دیگه اینطوری بود، تو این کانون والونا اینجوری قرار داده شدن که از بیرون هم میتونیم واریز کنیم. حالا بهتون میگم چطوری و این هم از این نماش هست. نکته‌ای که هست، ورودی روغن رو از اینجا قرار داده شده که این لپی اینطوری باز میشه و اگه کسی بخواد میتونه روغن رو به ماشین واریز کنه، دیگه لازم نیست اتاق بره بالا. اینا ببندیمش و این هم از این. چه صحنه زیبایی هم با این رنگین کمونه ایجاد شده برامون. هم جلو پنجره‌شو بستیم. بریم با هم جزئیات داخل کابین رو بهتون بگیم و ببینیم داخل کابینش چی داره.
با هم داخل کابین سری آر جدید رو ببینیم. داشبورد فوق العاده ای داره و بریم سراغ بخشای دیگه. اینجا لوگوی تیتان دیزل رو ببینید که یک از این مجموعه ماموت دیزل به حساب میاد. درب اینطوری باز میشه. بخش ورودی کابین یک جنس بسیار عالی و با کیفیت رو داره که نشون میده این ماشین اصالت فولکس واگن رو داره و ما این جنس رو فقط تو کامون‌های مان جدید میتونیم ببینیم و از اسکانیای آر جدید که واقعا با کیفیت عالی میریم بالا داخل رو میبینید. بخش ورودی کابین اینجا دستگیر گذاشتن که برای حالا بالا بردن اتاق کمپرس بوده. خب این ماشین حالا گفتم بهتون تو اروپا کمپرس بوده و تنظیمات صندلی تمامی تنظیم‌ها رو داره. بیاید ببینید از نزدیک تنظیمات بالا پایین رو داره کامل. تنظیم بالها رو داره، بالای نشیمنگاه و تکیهگاه. اینجا یه دونه کلید برای گرم کنش هست و یه دونه کلید برای سرد کن، یعنی که صندلی هم گرم کن رو داره هم سرد کن رو داره که واقعا عالی میکنه این ماشین رو. اینجا اگه دقت کنید سه چراغ‌های لنزی هست که با باز کردن درب روشن میشه برای نور انداختن روی حالا پای رکاب هست و این چیزا. یه دونه سیستم صوتی واقعا با کیفیت داخل کابین هست که حالا براتون تستش کنم. یه دونه بانداش داخل درب هست. میبینید باز اینجا چراغ لنزی ما قرمز رو میتونید ببینید. سطل آشغال فابریکی اسکانیا که اینجا قرار داده شده و این قفل شب کانون‌های اسکانیا است، مثل قفل شب کانون‌های داف که وقتی درب بسته میشه این باز میشه اینطوری میاد جمع میشه روی این دستگیره لوله‌ای و باعث میشه که دیگه درب باز نشه. برای امنیت بیشتر داخل کابین هست. بریم با هم داخلش رو ببینیم. کابین بسیار با کیفیت، زیبا و جذابی رو داره این ماشین. من اینا رو بذارم اونجا چون این ماشین خودشون از قبل با کفش میاد، منم با کفش میام و درب رو ببندم صدا نیاد. وقتی درب بسته میشه دیگه واقعا هیچ صدایی از بیرون نمیاد. ماشین فوق العاده عایق بندی داخل کابینش خوبه. اونقدر عایق بندی کابین خوبه که حتی وقتی شیشه ها بالا هست این درب به سختی بسته میشه و معمولا درب خوب جذب نمیشه و واقعا عایق بندی داخل کابینش بی‌نظیر هست. این نمای داشبوردش که دارید مشاهده میکنید داشبورد بسیار با کیفیت که تمام آپشن و امکانات رو داره. واقعا ببینید شما وقتی قرارگیری راننده رو روی صندلی و راننده دید بسیار خوبی رو به جاده داره. دسترسیش به همه جا خیلی خوب هست. یعنی ببینید من اینجا خیلی راحت میتونم تمامی تنظیمات رو انجام بدم بدون اینکه بخوام از روی صندلی بلند شم و واقعا از این نظر عالیه. دیدی که راننده به پایین داره و کنترلی که به کامیون و جاده داره واقعا عالی کرده این ماشین رو. ما تو کامیون‌های اسکانیا دیگه هم دیدیم که تسلط راننده به جاده خیلی خوبه. تو این کامیون دیگه واقعا بهتر هم شده. تو کامیون‌های سری اس هم همینه، فقط یکم ارتفاع بالاتر هست که ویدیوشو تو سایت قبلا گذاشتیم. این نمای داخل کابینش هست که واقعا فضای خیلی خوبی رو داره. اون بالا هم براش جعبه گذاشتن. می‌بینید اینجا سه تا جعبه دیگه است. نکته که هست ببینید من با 1.87 قد وقتی که وایسادم هنوز حدوداً 10 سانت بالای سر من جا هست که واقعا کابین عالی میکنه فضای خوب داخلش رو. سه تا جعبه اینجا داخلش داره که می‌بینید دو بخشیه، چراغ داخلش روشن میشه و این بخشی است که راننده میتونه استراحت کنه داخل کابین. می‌بینید بسیار خوب و آزاد و جادار. و داخل کابین هم یه سری بخشای دیگر رو گذاشتن مثل کانون‌های دیگه اسکانیا که اگه بتونید ببینید این ریموت رو ما مثل کانون‌های دیگه اسکانیا داریم، اما تو این ماشین هم بخاری درجه باش تنظیم میشه، هم ضبط رو میتونه تنظیم کنه، هم حالا مثلا کامیون رو بذاره روی ساعت که براش بوق بزنه و بخواد از خواب بیدارش کنه. ضبط و صداشو میتونه کم و زیاد کنه. بالا پایین کردن شیشه ها رو هم حتی میتونه باش انجام بده که اینو باز ما میذاریمش اینجا. چند تا کلید دیگه داخل کابین هست که اگه بتونید ببینید. اولیش برای سانروفش هست که سانروفش به صورت برقی از اینجا میتونه باز و بسته بشه که واقعا عالی میکنه ماشین رو. چراغ‌های داخل کابین تماما توسط این کلیدها میتونه روشن و حالا خاموش بشه و چون تخت این ماشین برقی هست یه دونه کلید اینجا گذاشتن که اینو که بگیریم این تیکه بالایی میاد بالاتر که الان من زدم فعالیتش کار نمیکرد، نمیدونم چرا. یه دونه یو اس بی شارژر هم اینجا هست، یه دونه توری، چراغ مطالعه که این طرف و اون طرف کابین هست. و بریم سراغ بخشای دیگه کابین. اینو بهتون بگم که این ماشین هم مثل سری های دیگه جعبه رو داره. اینجا یخچال و جعبهش هست که این یخچالشه. ماشین واقعا برای سفر عالیه. جعبه و تخت هم که بدیم بالا، پایین تخت میبینید جعبه ها کامل هست و همه چیز رو داره.
بخوام کلیدای روی داشبورد بهتون بگم کلی آپشن و امکانات داره، اما از درب شروع می‌کنیم که مهمترین بخشش هم هست. اتفاقا اگه بتونید ببینید تو کامل‌های نسل جدید اسکانیا کلید چراغ‌های جلو کاملا روی درب قرار داده شده که این ریموتش هست، می‌بینید اینطوری می‌تونید بچرخونید چراغ‌های جلو تنظیم بشه. این روی درب هست، جدا هست، می‌بینید. و تمامی اون پروژکتورایی که روی سپر و جلو پنجره و سقف بود توسط این کلیدها باش انجام میشه. حتی چراغ پشت کابین هم توسط همین روشن و خاموش میشه. یه دونه کلید دیگه اینجا گذاشتن که شاید براتون جالب باشه. برای چیه؟ این کلید برای تنظیم ارتفاع چراغ جلو هست، یعنی چراغ رو چه ارتفاعی باشه با این تنظیم میشه که میبینید دو تا حالت بالا خودش زده نارنجی، یعنی روی این عمل نباشه بهتره. یه دونه این پایین سبز بزرگتر گذاشته، یعنی این بهترین عملشه. این پایین هم که میایم دیگه سبزهای دیگر رو کوچیک‌ترش کرده. گرمکن آینه ها کلیدش اینه و تنظیم تمامی آینه ها رو داره. کانون‌های اسکانیا علاوه بر حالا آینه‌های دیگه، آینه قیچیش هم تو سری جدید میشه تنظیم کنیم. ببینید حالا این که برای این 4 تا آینه اطراف هست، این برای آینه اون سپر جلو هست. تو این بخش این طرف فرمان کلیدهایی قرار داده شده که یه دونه‌شو که بزنید برای تنظیم ارتفاع محور عقب هست، یه دونه کلید خروج داره که کلا برمیگره اون حالت قبلی، یه دونه کلید برای چراغ پشت کابین هست، یه دونه برای کلیدیه که حالا نور رو میندازه روی دیفرانسیلش. اینجا دسته راهنما و برف پاک‌کن تماما روی این دسته قرار داده شده. کلیدهای مربوط به تنظیم ضبط و وایس کامند اینجاست. می‌بینید وایس کامند داره، یعنی وقتی راننده میخواد با میکروفون خود گوشی صحبت کنه، اینو میتونه خود ماشین با میکروفون خود ماشین صحبت کنه، اینو میزنه و بر اساس این میتونه با خودش دیگه صحبت کنه، دیگه گوشیو میذاره زمین، دیگه کاری با گوشی نداره. اینجا کلیدای می‌بینید که برای تنظیم کروزش هست و دور موتور باش تنظیم میشه که احتمالاً خودتون تو کانون‌های دیگه دیدین، این مشابه کانون‌های اسکانیای دیگه هست. این کلیدا برای تنظیم اون صفحه مانیتور اون داخل هست که تمامی اطلاعاتش رو میتونه تنظیم کنه. و حالا بیاین صفحه کیلومتر رو بهتون نشون بدم که چقدر جذاب و خوب هست. تمامی تنظیمات رو داره و این بخشش دیجیتالیه که تو سری‌های جدیدش این دیجیتالی شده. اینجا دور موتور رو به ما نشون میده، اینجا سرعت رو به ما نشون میده، این وسط ساعت و درجه هوای بیرون و حالا اگه و اینجا درجه ادبلو کابین و اینجا درجه ادبلو مخزن ادبلو. در اون قسمتش کارکرد ماشین رو به ما نشون داره میده که اگه بتونید ببینید و حالا اگه ماشین رو تنظیم کرده باشیم که از صفر ببینید چقدر کار میکنه که اونجاست. میبینید ماشین فقط 90000 تا کار کرده و مدل 2020 هست. اینجا میزان سوخت باک رو به ما نشون میده، اینجا سری اطلاعات کلی رو به ما نشون میده، مثلا اختاری بیاد و این چیزا. میبینید الان من اختارا رو میبرم. ماشین متاسفانه روشن نمیشه بهتون نشون بدم، وگرنه وقتی روشن میشه اینجا میزان ماشین صدی چند میسوزونه رو ثانیه‌ای به ما نشون میده و میزان ولتاژ باتری ثانیه‌ای رو به ما نشون میده. میزان صدی چند سوزونده باشه ماشین رو به ما دقیقاً اینجا داره نشون میده. الان ماشین 111.6 سوزونده که واقعا دیگه عالی میکنه این ماشین رو، حتی خالی بوده و حالا کاری نکرده. اینجا حالت‌های گیربکس که می‌بینید ان و آر و اینا توسط این بخش نشون داده میشه. سری اطلاعات و اختیارهای کلی رو همین بخش دور تا دورش روشن میکنه. امتیاز به رانندگی تو این بخش اگه بتونید ببینیدش، امتیاز به رانندگی رو تو این بخش داره به ما نشون میده که اگه حالا ماشین امتیاز رانندگیش چند بوده، و اینجا میزان سوخت باک کلی رو به ما نشون میده که واقعا دیگه عالی میکنه و همه بخشا رو میتونه ساپورت کنه. و نکته که داره اینم باسکول دیجیتال اسکانیا هست که داره میزان وزنی که روی دیفرانسیل میاد رو به ما نشون میده. میبینید الان حدود 2.7 هست و بخش دیگهش اینجا اختیارهای کلی رو به ما نشون میده. تنظیم دنده گیربکس مثل کانون‌های دیگه توسط این دسته انجام میشه که دارید مشاهدهش میکنید. این دسته دونه بپیچونیم جلو به جلو میره، دونه بیاد عقب به عقب میره. تنظیم حالا حالت دستیش هم همینه مثل کانون‌های قبلی. و اینجا میبینید که حالت اتومات و دنده‌ای رو تنظیم میتونیم کنیم و اینجا هم برای اینکه ماشین ترمز موتور و حالا این تارش کدومش فعال باشه توسط این دو تا کلیده که اینو بزنیم خفه کن، اینو بزنیم ترمز موتور و این یکی هم برای این تاره که این تار اینطوری فعال میشه. این حالت اتومات این تار درش هست. کلیدهای بخش دیگر رو بپردازیم بهشون. این برای چراغ‌های داخل کابین هست، فلاشر برای فلاشر بیرون که دیگه میدونید. اینجا ترمز تپه ماشین، رادار خطخوان ماشین، اینجا ترمز اضطراری ماشین که کلیداش اینجا قرار داده شده. می‌بینید هنوز 3 تا کلید میتونه داشته باشه که بشه تمام فول. دست دنده رو اینجا قرار داده شده. اینجا قفل کن دیفرانسیلش هست و کلیدای مربوط به تهویه که در این بخش کابینه. ببینید کیفیت رو شما چقدر کیفیت این بخش بالاست و چقدر با کیفیت ماشین بعد از 2 سال کار کردن می‌بینید که واقعا مشابه با نو است و این کیفیت عالی هست. یه مانیتور اینجا گذاشتن که الان روشن نمیشه، نمیدونم چرا، اما خب دوربین نقطه کور و حالا دونه دنده عقب بهش متصل میشه. ضبط و رادیو هست، لمسی هست، نویگیشن مسیریابی میکنه. یه دونه مموری فابریکی خود اسکانیا داخلش بود که برای من جالب بود. اینجا کلیدهای مربوط به تنظیم تهویه هست که تمام
کلیدهای تنظیمات تصفیه بخاری و کولر بخار رجا و کولر رجا که این ماشین داره رو میتونیم تنظیم کنیم. این برای قفل‌کن دیفرانسیلش هست. این برای میزان شدت نور داخل کابین هست که چراغ‌های مختلف، ببینید کابینش 3 تا چراغ مختلف داره روی سقفش که با هر کدوم از کلیدها مختلف روشن میشه و حالا شدتش هم قابل تنظیم هست. اینجا کلیدها رو بهتون نشون بدم. صاروفش که به صورت برقی هست. این ماشین چون خودش فلشر فابریک روی سقفش داره، کلیدش اینجاست، تاخوگرافش و اینجا هم بیسیم فابریکی اسکانیا که لوگو اسکانیا رو هم میتونید روش ببینید. جعبه های بالا که داخل حتی جعبه ها رو اگه ببینید شارژر 12 ولت گذاشتن و اینو ببندم. یه محفظه در این قسمت، یه دونه جعبه دیگه اینجا قرار داده شده که داخل همشون چراغ روشن میشه وقتی که جعبه باز میشه و این هم از نمای کلی. بریم سراغ داشبوردش. دوباره داشبورد اینجا بخش رو گذاشتن که بهش مانیتور و این چیزا میشه متصل کنیم. اون پشتش و این پشتش هم 2 تا سوکت گذاشتن که IOX و USB بهش متصل میشه و این واقعا دسته خوبی است. وقتی گوشی بهش متصل بشه میبینید اینطوری باز میشه. حالا مانیتور و گوشی هر چی باشه بهش متصل میشه. 2 تا کاپ هولدر اینجا قرار داده شده، یه دونه شارژر اون داخل هست، یه دونه بخش رو اینجا داره که این باز میشه اینطوری، که این باز نمیشه اینطوری. یه دونه کشویی اینجا هست که این باز میشه و میاد بیرون. یه دونه کشو دیگه اون پایینش هست که میبینید ریموت بیسیمش هم گذاشتن. 2 تا شارژر دیگه اینجا، یه دونه شارژر دیگه اینجا. میبینید تا حالا چند تا شارژر، تا حالا 7 تا شارژر داشته ماشین. یه کاپ هولدر اینجا هست و اینم میز ناهارخوری هست که اینطوری باز میشه و ما اینو میتونیم بیاریم بیرون. اینم از صندلی شاگردش که اینم بادی هست و اینطوری کامل میاد جلو، کاملا میاد جلو و عقب. شاگردم واقعا دید خوبی رو داره. حالا که این طرف هم نشستیم، اینجا برای شاگردش نکته‌ای که هست یه دونه کلید گذاشتن که باهاش نور داخل کابین رو میتونه تنظیم کنه. برای بخش راننده این کلیده نیست، فقط برای بخش شاگرد این کلیده رو گذاشتن که باهاش نور داخل کابین رو میتونه روشن و خاموش کنه. قفل‌های در و یه دونه برای بالا پایین کردن شیشه. برخلاف ماشین‌های دیگه تو اسکانیا یه هوشمندی که به خرج دادن اینه که بخش شاگردش فقط بالا بردن شیشه شاگرد هست و دیگه شیشه راننده اصلی رو شاگرد نمیتونه بالا پایین کنه چون هیچ ربطی بهش نداره و باید حقوق راننده اصلی محفوظ باشه. واقعا این نکته خیلی مهمه چون تو کامن‌های دیگه ما می‌بینیم که اینجا هم هر دو تا ریموت هست، اما خب تو اسکانیا فقط ریموت درب شاگرد رو گذاشتن که بهش متصل هست. دریچه‌های تهویه رو ببینید، یه دونه دریچه اینجاست، یه دونه اینجا قرار داده شده، یه دونه در این بخشه و یه دونه هم در اون طرف صفحه کیلومتر قرار داده شده که میشه 4 دریچه که کاملا کامیون رو پوشش میدن. خب دوستان اینم از کامیون اسکانیا R450 جدید که کاملا براتون بررسی کردیم، بخش‌های مختلفش رو گفتیم. قیمت این کامیون الان که ما اواسط آبان ماه هستیم در نسخه 2020 کمکارش فکر کنم حدود 8600 باشه، 2019 حدود 7600 قیمتاش میاد شروع میشه و گرونترینشون اسکانیا اس هست که 10300 هست قیمت تمام شدهش. قیمت تمام شده همه چیز هست با خدمات طلایی رایگانی که بهتون گفتم که واقعا نسبت به ماشینای دیگه قیمت معقولی به حساب میاد نسبتاً و با توجه به خدمات خوبی که داره واقعا شاید ارزش خریدش واقعا بالاتر هم باشه. مثلا الان اسکانیا 2020 که 8600 قیمتشه نسبت به حالا مثلا ولوو 2020 که حدوداً همین قیمت، اما خب اون خدماتی رو نداره. ما این 2 سال خدماتش رایگان هست و اسکانیا پسندها و اونایی دوستداران اسکانیا هم هستن میتونن این ماشینا رو خریداری کنن. دوستان نظری داشتید برای ما اون پایین نظراتتون رو بنویسید. اگه از یوتیوب ما رو میبینید کانالمون رو سابسکرایب کنید. علیرضا روستا هستم و شما رو تا یه قسمت با کامیون دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.